خیلی من دیدم، شما نمیدونم چقدر با مسلمان‌ها در کشورهای دیگه کشورهای دیگه مواجهه داشتید، بعد یا با شیعیان بعضن میگن شماها با بین حسنین فرق میگذارید، یعنی شما مثلا اونطور که شاید و باید از امام حسن نمیگید. این رو باید پذیرفت ها، وارد است. چرا وارد است؟ چون واقعیتش اینه که ته ذهن مردم و ته قلبشون یه سری مسائل هنوز حل نشده. فقط امام حسن رو جایی که در جنگ جمل به تاخت برای پی کردن آن شتر پرحاشیه رفته، اونجا بله. اگر مسئله برای اون حل بشه میبینیم فعل امام حسن و فعل امام حسین دقیقاً یکی بوده. بله امام حسن باید یه شرایطی فراهم میکرد تا امام حسین قیام بتونه بکنه، همینو میتونیم بگیم، اینو میگیم، اما این باور نشده. یعنی چی؟ چطور؟ مثلا امام حسن هم قیام میکرد دیگه، همین یاره امام حسینه که داشت حداقل. 12,000 نفر سپاهش بودن، 8,000 تاشون رفتن و 4,000 تا که بودن که این 4,000 تا 70-80 تا در نمی اومد. بعد یه اتفاق بیفته دیگه. اصلا من امام حسین نگفت نفرمود که همتون پاشید برید، نه فقط با من کار دارن. و اگه واقعا پا میشدن میرفتن مثلا امام حسین یه نفره نمی جنگید؟ چرا؟ اصلا با 70 نفر امید پیروزی هست در مقابل 30,000 نفر اگه قرار باشه معجزه چیزی اتفاق نیفته؟ بدیهیه. نه خیلی تو این فضای اعجاز معجاز نرید تو رو خدا. این قرار بود این کارا همش با معجزه این چیزا حل بشه، اصلا نمیشد اهل بیت الگوی ما باشن. باید زمینی کارو پیش ببرن. اگر یک نفر برگرده به ما معصوم بگه آقا این جام چه میدونم این میوه این نمیدونم آبی این چیزی دارن به شما میدن توش سمه، امام نمیخوره. مثل من و شما هم بگن سمه نمیخوره. اما وقتی نگن او باید هم تو زمینی عمل بکنه، ولو بداند. با چی میداند؟ مثل من و شما یا از بالا؟ اون از بالا مبنا نیست. مگه امیرالمومنین نمیداند ابن ملجم قاتل اوست؟ قبلا فرموده حتی، اما وقتی وارد مسجد میشه میبینیم خوابیده، بیدارشون کن، وقت نماز پاش، مسجد جای خواب نیست. باید این کار انجام بده. ببینید مبنا نمیشه. فردا من چجوری من شما میتونم الگو قرار بدیم؟ کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. اگه امیرالمومنین در جنگ احد جان خودش رو سپر بلای پیامبر نمیکرد، چی میشه؟ پیامبر به شهادت میرسه. مثل خیلی از پیامبرایی که قبلا به شهادت رسیدن. تعارف نداریم. پیغمبر نداشتیم شهیدش کردن. پیامبر گفتن تو درخت وسط درختو بریدن. حضرت یحیی رو سر نبریدن. به زعم خودشون عیسی ابن مریم رو به صلیب نکشیدن. چرا؟ در یک بین طلوعین ایزابل در بین بنی اسرائیل 70 پیغمبر رو سر نبرید. چرا؟ و اینو بدونیم. این نیستش که شما باید زمین این اتفاق بیفته. امام حسین اگه 10,000 نفر یار داشت نسبت با در مقابل اون 30,000 تا، میگه با توجه به سلحشوری جنگایی داشتیم، در جنگ‌ها امیرالمومنین تعداد سپاه امیرالمومنین کمتر بود از سپاه معاویه، پیروز میشد حضرت. یعنی با استراتژی‌های نظامی، با اون روحیه سلحشوری، سپاه ایرانیان در مقابل سپاه اعراب 150,000 در مقابل 30,000 گفتن، اما شکست خوردن ایرانی‌ها. چون از هم پاشیده بود سیستم از قبل. سربازا رو با طناب بسته بودن که فرار نکنه جنگ. این با کسی که دنبال شهادتی یکیه؟ یه جور می جنگه؟ معلومه نه تنها دو امام رو با هم مقایسه می کنید اینجا ممکن است به خطا برویم، بلکه اصلا لازم است بعضی موقع شما یه امام رو با خودش مقایسه کنید. چه دور میری؟
در مورد غیر معصوم میگن آقا به هر کسی نقد وارد کن. معلومه اینقدر من از این حرف مزخرف بدم میاد، معلومه بدیهیاته. مثلا دیگه تا میخواین نفهم ببین البته ببین به همه نقد وارده، اما خب ایشون آدم خوب. معلومه به همه نقد وارده که در مورد 14 معصوم که حرف نمیزنی برادر من، به همه نقد وارده. بله ما خیلی وقتا خودمون با خودمون اختلاف نظر داریم برادر من. نظرمون نسبت به 6 ماه قبلمون تغییر کرده، نسبت به 1 سال قبلمون تغییر کرده. 6 ماه بعد نظرمون عوض میشه. نشده؟ خودت به خودت نگفتی اینجا اشتباه کردم؟ فقط بقیه بگن اشکال داره؟ ما خودمون به خودمون نقد داریم خیلی وقتا. اینو باید توی فضای واقعی، اولا این فضا رو باید تو این کثافت دونی سیاست کشید بیرون. آوردی کمی از این جهت، یه خوردم از این حالت قدسی که دی دادن اونم در آورد تا بتونیم واقعی بررسیش بکنیم. یعنی دو گروه ضربه میزنن، یه دیگه آمیختش میکنن با قدرت و سیاست ورزی خودشون، قدرت طلبی خودشون. یه عده‌ای هم نه اصلا اجازه بررسی رو کلا نمیدن. اوه غلط هر دوتاش. همه چیز وقت خودتون رو تلف نکنید آقا. برادر من، خواهر من، همه چیز نفس است. مگه میشه شما تو تحلیلات نفس اثر نداشته باشه؟ دنبال جنگیدن باشی میره آیات جهاد در میاری پیدا میکنی. دنبال پیچوندن باشی نه جنگیدن باشی میره اونم پیدا میکنی. بین این کمونیستا و کاپیتالیستا اول انقلاب کلی بحث بود، هم اینا روایت و آیه می آوردن هم اونا. همیشه همینه که بدیهیاته. شما یک جایی باید یک امام رو با خودش در یک زمان دیگر مقایسه کنی. امام حسین همون اول سر جنگ داشته با هم، استغفرالله، ببخشید 10 سال در امامت امام حسین در زمان معاویه بوده، یه شمشیر بیرون نیومده. امام حسن بعد با معاویه می جنگید، نمیخواست بجنگه، امام حسین میخواست بجنگه، خب امام حسین نجنگید که با معاویه. که خیلی بدیهیه که خود امام حسین رو با خودش مقایسه کنید. معاویه 20 سال خلافت کرده، 10 سالش زمان امام حسنه، 10 سالش زمان امام حسینه، هیچ کدوم نجنگیدن. امام حسن یه ساز و برگ نظامی آماده کرد، اردوگاه زد فلان، امام حسین همون کارم نکرد. فکر کنم قیس ابن سعد ابن عباده بود، این از اونایی بود که ضد معاویه، اصلا شرط بیعتش با امام حسن همین بود، گاهی میریم با به جنگی محمود بیعت میکنه، عمل به قرآن سنت رسول الله و جنگ با مجرمان. امام حسن فرمود اگه قبول داری همه چیز در همون دوتای اول هست، من بر همون مبنا با تو بیعت میکنم. گفت باش. فرمانده سپاه اینو نگذاشت چون میدونست بذاره این قطعا شر رو درست میکنه. اصلا اومده به جنگه، اصلا اومده انتحار کنه دیگه، اومده انتحار کنه. عبیدالله بن عباس رو حضرت گذاشت. همون عبیدالله بن عباس هم اینقدر کیس استادی عجیبی خدا وکیلی که خیلی از رفتار سیاسیون ما رو امروز شما از همین حیث میتونید بفهمید. اینا آدمن. پسر شما معاویه سر بریده، پسر این معاویه سر بریده، پسر عموی امیرالمومنین رسول الله عبیدالله، پسر عباس عموی پیغمبر. فرق داره با عبدالله بن عباس ها. بعد همین آدم با 1,000,000 درهم، هزار درهم میره به سپاه معاویه میپیونده، 8,000 نفرم با خودش میبره. برای من سوال شده پوله رو چیکار کردی تو لامصب؟ پوله رو خرج خودش نکرد، خرج گندگیش کرده، خرج این که من شیخ عشیرم. کسی که شیخ عشیره شدن خرج داره و پول خرج کنی. خرج این کرده که مردم تو خیمت 4 دست و پا بیان تو عشق کنن، بیا بگی برو چه زن بگیر، بیا برو یه اسبی بخر، اون چه شمشیری بستی، آقا پول نداریم، بیا برو، آقا دم شما گرم، شما چقدر بزرگوارید. خرج این
خرج استایل و محبوبیتش کرده. خیلی عجیبه. شما خیانت کنی به امام معصوم، بگم چون اینا امامت قبول نداشتن، فهمیدن، به نوه پیغمبر، و در بد بودن معاویه هم تردیدی نداشته، پسر خودش رو سر بریده بوده، نه پسر یکی دیگر رو، اما اون براش مهمتر بود. یه خورده شرایط اول بفهمیم، یه خورده زمینیش کنیم، امروزیش کنیم. الان ما این آدما نداریم، چرا؟ از بیت المال خرج میکنن برای خودشون. خدا از بیت المال مسلمین خرج میکنه، میگن که میگه وامه رو من برات جور کردم. آقا این وامه رو کی؟ فلانی برامون وام جور کرد، خدا پدرش. عجیب باباش داد؟ نه، یه جا دیگه داد. حالم داد، 0% داد مثلا. مدل عجیب باباش بده، به هیچ کس ربطی نداره. نداری بدی داداش، یه سال دیگه امحال میکنیم، یه سال دیگه کشش بده، اصلا 2 سال دیگه کشش بده. بانک داره خلق نقدینگی میکنه، خلق نقدینگی تورمی بر کل جامعه. اینو نمیفهمن دارن چیکار میکنن به امیرالمومنین، نمیفهمن دارن چیکار میکنن، خوش مدیون 80 میلیون آدم میکنه. ما پس این مدل آدما داریم. یه روز در مورد یکی از سیاسیون صحبت شد، به من گفتش که گفتم به من نمیخوام قضاوت کنم این آدمو، خب گفت اینا رجالن میشه فلان. گفتم یه دقیقه صبر کن، من ایشون از نظر من شبیه ترین آدم در انقلاب ما به عبدالله ابن عباسه. حالا خیلی توضیح بدم میفهمید کیه. خب عبدالله ابن عباس بهش گفتن حبر الامه، آدمیه که مرزی و طرفینه، تنها کسی که جرأت داره جلو خلیفه دوم انتقاد کنه، اعتراض کنه، اما خلیفه دوم احترامش رو نگه می‌داره. کسی جرأت حرف بزنه؟ یه خود حرف زد، درازش که شلاقش زد، بلند شد، گفت تو سیخ بلند شدی، یه بار دیگه درازش کنید، یه دور دیگه شلاقش زد، گفت پر رو بلند شدی. باید درک بشه. پس امام حسین با امام حسین مقایسه کنه. امیرالمومنین ابتدای حکومت شریفشون واقعا حکومت امیرالمومنین شریفه. وارد مسجد میشه، میبینی اینا دارن نماز تراویح میخونن. خب این بعد از پیامبر ساخته شد. نماز مستحبی رو دست جماعت بخونه، اینطور بگیم، نماز تراویح این مدل. ما تو شیعه اجازه نداریم این کارو بکنیم. نماز مستحبی رو جماعت نمیشه خون، اهل سنت میخونه. خب اینا جزء مسائلی بود که بعد از پیامبر ساخته شده بود. خب شما میگه آقا نماز جماعت که خوبه، فعل مستحب هم که چی؟ خوبه، این که میشه نورن علی نور. که اسلام میگه شما حق نداری دینو تغییر بدی، ولو در راستای نورن علی نور. این وریش که اصلا هیچی دیگه. وارد شد، حضرت فرمود چه کاری دارید میکنید؟ پیامبر این کارو نمیکرد، اجازه نداشتیم. نه آقا داد و بیداد رفت فلان، وا سنت ها وا عمرا فلان. حضرت گفت بخون. اما آخر عمر شریفشون به امام حسن دستور برو تو مسجد هر کی داشت بخون بزنش. امیرالمومنین 5 سال 4 سال و نیم قبل با 4 سال و نیم بعد فرق کرده؟ نظرش عوض شده؟ چی شده؟ یه چیزی فرق کرد، یه اهم و مهمی بوده، یه چیزی باید به جامعه اول اثبات می شده. ببین بنای اصلا آمدن رسول و اوصیاءشون اینه که مردم هدایت بشن. مردم باید با جان و دل بپذیرن دین خدا را یا با ضرب شمشیر. 300 میلیون جمعیت اندونزی مسلمونن، خون دماغ یه نفر ریخته نشده. میگه اینا کار کیه؟ کار 8 نفر از فرزندان امام حسن مجتبی، از نسل امام حسن مجتبی. 8 نفر تاجر بودن تو یمن، بلند شدن رفتن اونجا. هر چی الان مسلمون است اونجا اثر کار ایناست. بعد بیان به ما میگن نه ما مسلمونیم به خاطر جنگ هایی است که با ما کردن. خب جنگ که کاملا اثر برعکس میذاره، کینه میکنی اصلا نمیپذیری دیگه.